صدقه همین چیز که تو صدقه میکنی وقتی که حالت صدقه کردن صحیح هستی. صحیح یعنی امیدت، یعنی وقتی که آدم مردگی عجل اینجا اومده خلاص خونه های من همی صدقه و چی فایده آور. صحیح همین مال به چی هستی؟ محتاج هستی. یعنی چی هستی؟ تعملو الغنا، یعنی بویگری به چی امید داری و تخشى الفقر، از کمبغلی چی داری؟ میترسی. علمی صدقه حساب میشد. علمی وقتند اگر از کیست براری علمی چی میشد؟ یعنی علمی نموشه چی میگوین؟ یعنی علمی نموشه صدقه میگوین. یعنی هم صدقه کی به میداده وای ها؟ و آت المال على حبه ذوی القربه یعنی خیش ها. رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که یعنی اگر آدم بیگونه باشد و چی میشد؟ یعنی صدقه میشد. اگر ذی رحم باشد، خیش باشد، چی میشد؟ دو چیز، هم صله میشد و هم صدقه میشد. یعنی برای یکم چی اومد؟ ذوی القربه اومد. دویمش لیالیتامه، ولیتامه جمع یتیم. یتیم یعنی همینه که دو چیز وینده، پدرش مردگی، سونی چی حلم به نرسیده است، بلاغت به نرسیدگی. اگر مثلا بلاغت نرسیده باشد و پدرش نمرده باشد و یتیم نمیشد. یا که پدرش مرد خودش مثلا چی بلاغت برسیدگی 50 ساله و یتیم نمیشد. و چی یتیم نمیشد. و آت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین. سیمش مسکین ها و مسکین معروف همینه که مثلا چیز قوتش نیست. چهارمش و ابن السبیل. و ابن السبیل یعنی که میشه ابن السبیل که میشه یعنی ابن السبیل و راهگذار. یعنی راهگذار یعنی همینه که یعنی راهنده چی شدگی، یعنی مالش داشتگی، یعنی چی انقطع عنه السبل. و پنجمش چی؟ این چهارم بدن. چون پنجمش سائل. سائل السائلین نعم والسائلین والسائلین السائل یعنی پرسنده، میپرسد، صدقه میطلبد، یعنی محتاج آدمی که. و ششمش چی؟ و فی الرقاب. و فی الرقاب، رقاب یعنی المکاتب. المکاتب یعنی همین غلامی که صاحب سیدش کده چیکار میکند؟ یعنی مکاتبه میکند. یعنی می نویسد که خودش چی آزاد کنه به یک نرخ معین به اتفاق میکند. وای باید که ما چی یاردم تیم چی تا که خودش چی کند؟ آزاد کند. یعنی علمی نابه چی صدقه میتید.